دوستان عزیز، بیننده های گرامی، برمیگردیم به ادامه گزارش خش، گزارش مستقیم خود از جریان رقابت های روز اول مسابقه جمهوریوی بین جوانان که در قصر تنیس برگزار گردیده ایستاده است و فعلا ورزشکاران در وزن 73 کیلوگرم در حال رقابت کردن هستند در مرحله سیوم و در وزن 60 و 66 کیلوگرم خوشتال آن معین شدند. دوستان یادآور میشم که مدال طلای وزن 60 کیلوگرم را قوتوف محمد صالح به گردن آویخت و در وزن 66 کیلوگرم باشد ابوبکر شیروف موفق به کسب نشان طلا شد. وزن 73 کیلوگرم در انتظار گویم درخشنده های خش در زینه های افتخاری هست. یک کارد زرد جزا داور مرکز شایده قلندر و به خاطر کمکاری به طالبوف دولت داد. طالبوف دولت از ناحیه فیض‌آباد، از مکتب ورزشی ناحیه فیض‌آباد و رسول زاده باشد از ولایت سوخت. کامران رسول زاده از مکتب ورزشی ولایت سوخت تحت راهبری فریدون اوستاپیروف در این مسابقات حضور دارد. وقتی وزن 73 کیلوگرم نیز در مجموع حدود 132 ورزشگر نامنویس هستند در وزن 73 کیلوگرم، یعنی 132 ورزشگر در مجموع 66 رقابت را تشکیل می دهد که از این علاقه نصف آن در حالی که ما رقابت ورزشگران دسته 60 و 66 کیلوگرم را با هم تماشا میکردیم، در گلیم دیگر یا در تتم دیگر آن رقابت ها پشت سر می شد با سبب کمکاری با طالبوف دولت کارد دویم زرد جزا. به همین ترتیب پیشصفی بر جانب کامران رسول زاده است. کامران در حال اجرای یک اصول خفه کردن ولی موفق نشد. یک و نیم دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی. فقط از لحاظ حرکات معمولی یا همان حرکات تکتیکی رسول زاده کامران دست پرور مکتب ورزشی ولایت سوخت نسبتا پیشصف است. از لحاظ آنه که فعال بود در از چند جهت نسبت به حریفش فعالتر بود و داور مرکز شایده قلندر و داور درجه جمهوریوی حرکات مختلف، اصول های ضربه هایی، فقط فنون اجرای پرتاب و وسیله سراپا یا تکنیک پای ها به وقوع نمی پیوندد. در مبارزه کمیکات وگرنه هر دو ورزشگر نیز بسیار موفق هستند. حالا که بین را نشان میگیرد اصول ضربه هایی و به همین ترتیب زیدی حمله هم به نتیجه صورت گرفت.
باز هم همان پرتاب به سمت مقابل. و دوستان عزیز، در این روز رقابت ها یا در این مسابقات ما بازگشت بعضی از نورسان را دیدیم که در میان جوانان نیز قدم های نخستین خیش را گذاشتند. از آن جمله غنی جان غنیوف که او در تتم دیگر رقابت نوبتی خود را با پیروزی پشت سر کرد. و او که عنوان قهرمان آسیا را میان نورسان دارد، امروز قدم های نخستین خیش را در میان جوانان میگذارد. در دور دوم هم پیروز شد غنی جان و دوره سوم را خط گرفته است. فعلا ثانیه های پایانی وقت اساسی در رقابت رسولزاده کامران و شیدو با رسولزاده در ثانیه های پایانی بنابر سبب کمکاری. گلدن سکو یا دقیقه های طلایی دوستان در رقابت کامران رسولزاده و دولت طالبوف. ببینید همان فنون پرتابی معمولی داخل پای به نتیجه. باز اکنون مسافه پرتاب بسیار نزدیک زیدی حمله رو هم دیدیم که از سوی کامران رسولزاده سرعت گرفت ولی نتیجه هم نبخشید. امروز دوستان ما در رقابت های جوانان آینده های جودوی تاجیک استعدادهای نورسته را هم دیدیم. دومین شیدو بر رسولزاده با سبب کمکاری. به همین ترتیب هر دو هم یک خوف خطر برای هر دو در نظر است. اصول اجرا میکند دولت ولی موفق نمی شود بر آمدن از مربع. اجرای فن کرد دولت ولی موفق نشد و کامران برای استحکام وضع و لد دادن دست حریف، ولی کامران موفق می شود تا حریف را به تخت پوش نگاه دارد. 10 ثانیه تقدیر غالب را روشن می کند در اینجا و او موفق می شود تا همین بخش اداره کردن حریف به تخت پوش را تا همان فرصتی که هست انجام بدهد. و 20 ثانیه اگرچه گلدن سکو بود ولی کامران توانست که اداره حریف تا
ҳамон сонияҳои муқаррариро анҷом бидиҳад ва Комрон Расулзода ба марҳилаи чаҳоруми рақобатҳо роҳ хат гирифт. دوستان عزیز، گزارش مستقیم ما ادامه می‌یابد از جریان رقابت‌های روز یکم از قصر ورزشی از قصر تنیسی شهر دوشنبه و کارد اولین زرد جزا در رقابت سمندر سعیدوف از دسته دوشنبه در مقابل بگیجان ابرانی بگیجان او هم از دسته دوشنبه هست. ما امروز واقعا از سرعت و با تکنیکای بلند یا سریعتر گشتین گرفتن ورزشگران دسته وزن 60 کیلوگرم شاهد شدیم و دیدیم که چگونه سرعتناکی آنها زیاد بود و در اینجا هم همان ترکیب چشم رسید. موفقیت نصیب ابرانی بگیجان شد. ابرانی بگیجان هم به دور چهارم را خط گرفت. نوارهای تدریجی را ببینیم سوز کرده شده که از سوی کارگردان بخش تکراری ما محمد زیا سفرов به این شکل زیبا از زاویه های گوناگون گلچین شده. ببینید اصول ضربه آیی همون ده‌اشی برای استفاده شد با نکات گوناگون و بعدن شیم وضع یا خفه کردن با این ترتیب مورد استفاده قرار گرفت و حریف تسلیم شد. دور چهارم رقابت ها ادامه دارد. فعلا یوسف عمرов از دسته دوشنبه با لباس های سفید و حریف او هم تیمش سعداللهیف محمد مقابل هم هستند. در مبارزه گرفتن همان گارد یا کمیکات موفق ظاهر نشد سعداللهیف محمد، وگرنه تا لحظه آخر کوشش کرد. سالن برگزاری مسابقات همان مالامال از تماشابینان است، تشویقگران است. ببینید به چه حد آنها امروز تشنه تماشا یا دستگیری آن پهلوان گویم دوست داشته خود هستند. واقعا این بار دیگر هم تکرار شود میگویم از رشد گوشتین جدا در کشور درک میدهد. گوشتینی که امید است در صحنه رقابت‌های جهانی المپی دست پروران گوشتین
جودوی توجیک نیز هنرنمایی کند و ما امید داریم چون شانس هست در میان جودو ورزان یا تربیت گرفته های مکتب جودوی توجیک ما شانس داریم هم تیمور رحیموف هم سامان محمد بکوف امکان دارند تا هنر و استعداد خود را در بازی های المپی نشان بدهند یا حداقل راه خط به بازی های المپی بگیرند. البته شانس خیلی زیاد هست برای این ورزشکاران ما. با سبب هجوم دروغین و عمروف کارد زرد جزا یوسف عمروف اکنون نتیجه شیده ها را برابر کرد. در میان ورزشکاران دسته تا 73 کیلوگرم هم تعداد اشتراکچیان خیلی زیاد هست. از همین لحاظ مبارزه ها سخت و مشکل گذر خواهند بود برای هر یک ورزشکاری که در دسته همین ورزشکاران یا همین وزن هنرنمایی میکند. و اصول ضربه آیی و نکات حساس را بسیار به مورد استفاده کرد محمد سعداللهیف و همین ترتیب غالبیت صاف یا همان امتیاز کامل ایپان را به دست آورد و به مرحله چهارم را خط گرفت. محمد سعداللهیف نوارهای سوز کرده شده را ببینیم. بچه سان از داخل پای حریف استفاده برد برای تعادل او را برهم زدن و به سمت پشت ببینید چی طور فشار داد. اکنون هنرنمایی منصور ملایف با جودوگی سفید و حریفش اردمهر صابیروف را با هم تماشا میکنیم. از شهر و نواحی تابع جمهور منصور ملایف است و اردمهر صابیروف باشد از دسته دوشنبه. مبارزه برای کمکات در همین قسمت از رقابت اکنون نخستین شده. چنگ اول را ملایف انداخت منصور، ولی
این ضد حمله از سوی اردمهر صورت گرفت. اردمهر صابروف و وزاری کار کرد. داوری مرکز جمشید خلیلوف یک وزاری به اردمهر صابروف داد. به همین ترتیب رقابت ادامه می‌یابد. اصول کمری هم به نتیجه و باز از فنون جواب گردانیدن به اصول حریف ولی به نتیجه. و به همین ترتیب وزیر عوضات ایپون اردمهر صابروف در این قسمت از رقابت غالب شد و به مرحله چهارمی رقابت ها را خط گرفت. ببینید اصول پرتابی رو با چه شکل استفاده کرد. از بالای شانه ولی ورزشگر اگرچه به دیگر سمت افتید ولی موفقیت آمیز بود. رقابت نوبتی میان اوریپوف با لباسای سفید است. حریفی او باشد اولیم شرباتوف با لباسای کبود. اوریف از دسته کلوب ورزشی شهر وحدت است. با یک هلوک معمولی لب اولیم شرباتوف به سمت چپ یک عمل کرده داشت که تا به آخر نبرد چون دست حریف چندان به مورد اداره کردن نشد. پرتاب بالای شانه که سرعتناکی باعث به آن گردید که تصویر بردار ما هم همون تصویر خود را یکم کشاید. این هم آغاز رقابت. طرف یا همون نکات سست و سخت همدیگر را ورزشگران می آموزند و می بینند شاید به کدام سمت عمل کرد نشان بدهند یا اصول های مورد نظر را به کدام سمت اجرا کنند. که معمولی کمری هم به نتیجه و با سبب تپیدن نادرست کارت زرد دوم جزا به اوریپوف و رقابت ادامه می‌یابد و به همین ترتیب یک جرأت کرد برای اجرای فنون از قسمت بیرون پای حریف ولی موفق نشد. شرباتوف اولیم شرباتوف هم در اجرای فنون سراپا امروز خیلی کوشش کرد ولی موفق نشد. در این میان امروز ورزشگران برای فنون کار در زمین کمتر توجه کردند. بیشتر در همون اجرای فنون سراپا مال اجرای اصول های معمول داشتند ولی موفق نشدند. بار دیگر ببینید باز هم برای اجرای اصول فنون پای توجه میکند اوریپوف ولی موفق نمی شود.
شیدوی سیوم با سبب داشتن نادرست با عریف اوریپوف و به همین ترتیب او خانس کمک گرفت. مقررات شکسته شد و اولیم شرباتوف باشد و دور چهارم رقابت ها را خط گرفت. و دوستان عزیز، اینک رقابت ورزشکاران با استعداد را که تحت مربیان شایسته جمهوری تاجیکستان تمرین میکنند با هم خواهیم دید. خلیلزاده صبح‌الدین با لباسای سفید است که تحت هدایت مربی شایسته عزت خدایف تمرین و آموزش میگیرد از جودو. او در برابر نظریف خیرالله قرار دارد. خیرالله نظریف، ببینیم این ورزشگر ناماشنای تاجیک در قطار حریفش از چی روش و از کدام شیوه کار میگیرد. خیرالله نظریف آن استاد ورزش خدمت نشان داده، استاد ورزش جماهیر شوروی که واقعا در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان اولین ورزش و یک پرتاب جذاب با هلوک معمولی لب. خیرالله نظریف آن ورزشگر سابقه داره که گفتم استاد خدمت نشان داده ورزش است، استاد شایسته ورزش تاجیکستان است. او اولین شده در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان مدال برنجی بازی های آسیایی را از هیروشیما ژاپن هنوز سال 1994 به تاجیکستان آورده بود. و امروز ببینید هم نام و هم نسب خیرالله نظریف در پیش چشم ما رقابت میکند، ولی آن استعدادی که شاید خیرالله نظریف در دوران اوج کمالات خود داشت، در اوج شهرت خیش رقابت میکرد، اون استعداد شاید امروز در میان این خیرالله نظریف نباشد. ولی به هر حال ما امیدوار هستیم این ورزشگران هنوز جوان هستند، قدرت و توان پای برجا دارند و میتوانند در صورت تکمیل دادن هنر و استعداد خود را هم باز هم رواج و رونق بخشند. سال تا سال ورزشگران از لحاظ سبک، اسلوب و همچنین آموزش فنون جودو توسعه می‌یابند. اصول، راه و تکنیک های متفاوت را مورد استفاده قرار می‌دهند تا به پیروزی برسند. یک اصول معمولی کمری موقع شد برای خلیلزاده صبح‌الدین و او دفاع را بیشتر مورد استفاده قرار داد، چون ضد حمله ها نیز پی صورت میگیرد. اصولهای معمولی و یک پرتاب بالای شانه و زری و به همین ترتیب خلیلزاده صبح‌الدین یک وزری کار کرد و این برای 1 دقیقه و 14 ثانیه حفظ کردن این امتیاز تا کجا برایش موفقیت می‌آورد این رو وقت نشان خواهد داد. ولی تا این جای کار عمل کردش خوب هست. و یک بار دیگر پرتاب بالای شانه و به همین ترتیب صبح‌الدین خلیلزاده قبل از انجام وقت اساسی در مدت
3 دقیقه حریفش را از صدر راه برداشت و به مرحله چهارم را خط گرفت. پرتاب بالای شانه را تماشا کنه، شانه را تماشا کنه، ببینید به چه شکل جذاب و دیدنی صورت گرفت و همین ترتیب غالبیت نصیب صبح‌الدین خلیلزاده شد. او پیروز از تتمی خارج گشت. اکنون دوستان رقابت ورزشگران که در کلوب‌های نامدار تاجیک تمرین میکنند بار دیگر با هم تماشا کنیم. با جودوگی سفید هست این بازاروف قربانعلی، این دست پرور کلوب ورزشی کانی گورد با یک فنون جذاب تامای نگه یا فندی خواب خواست اجرای فن کند ولی موفق نشد. ولی قاسیموف اولوغبک از دسته خطلان یک هست. هر دو ورزشگر هم در لحظه های اول استعداد خوب نشان دادند. ببینید برای گرفتن کومیکاتا در این بخش مبارزه سخت میکنند. ببینید چی مسافه خود و حریف را نزدیک میکند قاسیموف و بازاروف هم حمله جوابی سریع گرداند. اولوغبک اکنون در بخش مبارزه از کومیکاتا کوشش میکند ولی موفق نمی شود. اجرای فن اگرچه رقم نخورد ولی توانست که از پای در آورد حریف را. بازاروف قربانعلی نون موقع گرفتن کومیکاتا از سمت بالا بسیار موافق است برای قربانعلی و زری. الو که معمولی لب به تعبیر کارشناسان یا همان فنون پرتابی با روش کمر بسیار جذاب و دیدنی بود. داوران ادعا دارند تا نوارهای سست کرده شده را ببینیم در لحظه های تکرار یا زاویه ها. ببینید با چه شکل و شمایل، با چه روش جذاب همین تکنیکای کمری و زری. اما و زری برداشته می شود. ایپان به همین ترتیب قربانعلی بازاروف دست پرور کلوب ورزشی کانی گورد قبل از انجام وقت اساسی در مدت 1 دقیقه و 44 ثانیه غالب شد و به مرحله بعدی رقابت ها را خط گرفت. نوارهای تدریجی به منظور میگردند دوستان و ببینیم به همین شکل زیبا حریف را بسیار خوب کنترل کرد. چون از آبیاتش یا همان روش معمولی قپیدن از کمربند بسیار به مورد بود. کنترل دست حریف بسیار جذاب بود. ببینید دست چپش بیشتر در این قسمت نقش مؤثر بازی کرد. اکنون رقابت فروخ خوجایف از دسته دوشنبه در برابر حریفش سایوالیف جمعخان، اون نیز از دسته دوشنبه است. امروز هم
هنر و استعداد خوب نشان داد. در لحظه های اول پیروزی به دست آورد. فرخ خواجه‌یف آن ورزشگر که روی تصویر نزدیک بود جزئیات پیروزی و عامل‌های دریافت موفقیت، پرتاب بالای شانه، همان سعای نگ جذاب و دیدنی که امروز هم سر استعمال بود در این روزی رقابت‌ها دوستان، به این شکل استفاده شد. این هم پرتاب بالای شانه با دو زانوی خود نشستن بالای تتمی و به همین ترتیب فرخ خواجه‌یف در دور چهارم حضور پیدا می‌کند. دور چهارم رقابت ها آغاز می شود دوستان. در میان ورزشگران دسته وزن 73 کیلوگرم در همان لحظه اول رسولزاده کامران، این دست پرور مکتب ورزشی ولایت سوخت، یک پرتاب بالای شانه را اجرا کرد که به نتیجه او در مقابل ابرانی بگی جان از دسته دوشنبه هست. ابرانی بگی جان اجرای فن میکند ولی به نتیجه اکنون از سمت بالا و عمل کرده که باعث گرفتن یک امتیاز شد. ضد حمله ها برای کار در زمین بسیار خوب صورت گرفت ولی از لحاظ آوردن امتیاز نتیجه نبخشید. تصویر بردار تصویر را اکنون در مرکز باید قرار بدهد، چون تصویر عمومی باید همون جزئیات کوچک حرکت ورزشگران دیده شود. از تصویر نزدیک و باز هم وزر عوضات ایپان به همین ترتیب کامران رسولزاده پیروز می شود. ورزشگر که در مکتب ورزشی ولایت سوخت تحت راهبری استاد پیریان فرخ تمرین میکند. هنرش را ببینیم، به این شکل وزری گرفت، این بدون شک و تردید بود. این هم ضد حمله بود در بخش کار در زمین، هم به نتیجه بود ضد حمله در بخش کار در زمین. و ببینیم اکنون رقابت نوبتی به چه شکل صورت میگیرد. ببینید اینجا وزر دویم ببینید با ضد حمله واقعا خوب کار کرد، اگرچه سرعت سست بود ولی کارش خوب بود. اکنون رقابت دوم مرحله چهار دور چهارم را با هم میبینیم دوستان عزیز. سعدالله محمد از دسته دوشنبه که تحت یک اصول حریف قرار داشت در مقابل اردمهر صابیروف است. هر دو هم از دسته دوشنبه هستند. رقابت ها باز هم جذاب و پرشور و شوق می شوند. در کنار دیگری همین تتمی یک تتمی دیگر هست، آنجا چهره های باز ناماشنا. یک وزری با همان روش معمولی سمت راست حلق از بیرون پای حریف یا همون اجرای فنونی پای از سمت بیرون و به همین ترتیب اجرا کننده فن با گرفتن یک وزر یا امتیازی ناکامل نصیب شد. محمد سعدالله پیش صف است از لحاظ گرفتن یک وزری.
طرزهای قپیدن که واقعا یکی از جزئیات مهم است در کشتن جودو، بسیار نقش مؤثر می‌بازد. ببینیم باز هم از قسمت گریبان و از دست حریف، از آستین و پیش گریبان و همچنین از آستین و قسمت اورنج حریف. و به همین ترتیب سعداللهیف پیش صف است. محمد سعداللهیف یک قدم دیگر تا رسیدن به مرحله 4 نهایی دارد، ولی تا کجا موفق می شود این رو وقت نشان می دهد، ولی می شود. پرتاب دویمش ایپانسه آینگه یا همون پرتاب بالای شانه بود که بسیار موفق آمیز بود و به این ترتیب ما محمد سعداللهیف رو در مرحله 4 نهایی خواهیم دید. نوارهای سوس کرده شده رو با هم ببینیم دوستان. با این شکل و شیوه جذاب، همان پرتاب بالای شانه با 2 زانو زدن بر بالای تتمی و حریف رو از بالای خود پرتاب کردن، چیز با است. همین لحظه، همین فرصت که به وقوع می پیوندد. داور بالای گلم یا همان تتمی عوض می شود. شایده قلندرova اکنون اینانی داوری را بر دست می گیرد و او رقابت نوبتی دور 4 را میان شرباتوف و حریفش خلیلزاده داوری خواهد کرد. شرباتوف اولیم با جودوگی سفید هست و صبح‌الدین خلیلزاده با جودوگی کبود. ما امکان پیدا کردیم تا هنرنمایی هر دو این ورزشگران رو در دور 3 با هم ببینیم. خلیلزاده هم خوب هنرنمایی کرد در دور اول. دور 3 رقابت ها نظریوف خیرلو را از صدر راه برداشت و شرباتوف اولیم باشد در برابر عارف اوریپوف پیروز شده بود که هر دو هم استعداد خوب نشان دادند در قسمت های بعدی رقابت و فعلا نیز در حال اجرای اصول هستند برای قپیدن به مورد، ولی اجرای اصول چندان خوب نبود. امروز ما آن حرکاتی که به تعبیر منصوبه اگر گویم اشتباه نخواهد بود خیلی زیاد استفاده می شدن. همان از چنگک و قفای پا از بیرون از داخل ببینید بار دیگر، ولی موفق نمی شود. و همان منصوبه از مسافه خود و حریف رو نزدیک کردن و همچنین به ساق پا از درون و همچنین از بند سری سورین یا همچنین از اصول ضربه آیی، از اصول ضربه آیی به پاشنه پا از درون، اصول هایی که خیلی زیاد استفاده شده. ما واقعا احسن میگوییم و هنر و استعداد همین ورزشگران جوان و آینده‌دار جودوی تاجیک. با 2 کارد زرد جزا شرباتوف اولیم رو به باخت دارد و قدم گذاری ببینید پای های هر دو ورزشگر برای اجرا به نتیجه و اگر فلشتک یا همان حمله دروغین باشد اما داور میگوید از مربع خارج شد و این باعث به آن میگردد که خانسوکو مکه و خلیلزاده به مرحله 4 نهایی
راه خط گرفت. اینک در گروهی رقابت های A و B این رقابت آخر دور چهارم است دوستان. بازارف قربانعلی با جداگی سفید است. دست پرور گفتیم کلوب ورزشی کانیگور در برابر فروخ خوجاєв از دسته شهر دوشنبه. لحظه های اولی گرفتن گارد به نتیجه بود. در قسمت بعدی هم در فند خوب هیچ نتیجه صورت نگرفت. اکنون برای گرفتن یا همون طرزهای قپیدن موافق تلاش شد در این قسمت، ولی موفقیت تامز نبود. این لحظه به هر حال بار دیگر کوشش میکنند و در وضعیت مبارزه برای کمیکت هر دو قرار دارند یا همون طرزهای قپیدن. باز در این قسمت از سر آستین بسیار به مورد بازارف و اجرای فن میکند ولی موفق نمیشود. از آستین بسیار خوب ولی از چون مد نظر داشت از پس گریبان یا پشت گریبان حرکت بگیرد موفق نشد. کمکاری خوجاєв باعث به آن گردید که او کارد زرد بگیرد. فروخ خوجاєv کارد زرد یا شیدو گرفت. به همین ترتیب رقابت ادامه دارد. از سر آستین مرحله قپیدن خوب شروع کرد. از قسمت پشت نیز چنگ انداخت یا پس گریبان خوب به مورد گرفت بازارف ولی تا لحظه پایانی نرساند. شیدوی اول با بازارف قربانعلی با سبب گرفتن یا قپیدن نادرست از آستین حریف. بار دیگر اکنون از سر آستین و از قسمت پشت از کمر چنگ انداخت. پرتاب بالای شانه یک اصول جوابی بود از جانب خوجاєv. مخلصان از سالن برگزاری مسابقات شیدو صدا میکنند و به همین ترتیب خوجاєv دومین شیدو. رقابت ادامه دارد. بازارف در برابر خوجاєv. در بخش کار در زمین اکنون بازارف قربانعلی کوشش کرد ولی موفق نشد. داور هم آزمایی را منع میکند. مربی با ندای با حرارت میگوید از قسمت پشت حریف چنگ بیانداز و پا بزن. اصول ضربه آیی را یعنی اجرا کن. این موفقیت آمیز نبود. همین ترتیب رقابت ادامه دارد. دوستان عزیز، یکی از رقابت های پرطرفدار همان اصول معمولی
همان آغوشگیری بیرونی در گوشچین ملی این رو میگویند و از قسمت قفا حمله کردن و این شرایط مساعد این بند هنگامی هست که حریف به قفا خم می شود و وزن همان حریف با پای من ضربه گیرنده یا ضربه زننده ضربه در مد نظر هست به همون هست و تعادل حریف در بالای همون هست و به همون هم توجه کرد در اینجا قربان علی بازاروف، ولی موفق نشد. ثانیه های پایانی وقت اساسی برای هر دو ورزشگر یک لحظه حساس. قربان علی از آن نگران است که وزر ندهد و اصول معمولی همون بیرونی را اجرا میکند، ولی موفق نمیشد. در بخش کار در زمین یا وزن نیز جهد و تلاش کرد. 20 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی و به همین ترتیب ببینیم با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر شیدو داده می شود و به آن خاطره که سیومین شیدو به خواجه فرخ داده شد. به همین ترتیب بازاروف قربان علی در دور چهارم غالب شد و به 4-1 نهایی را خط گرفت. تا این جای کار موفقیت آمیز بود رقابتش. اکنون دوستان مرحله 4-1 نهایی آغاز می شود. جایی که داور نیز عوض می شود جمشید خلیلوف و او قوازمایی کامران رسول زاده که اینجا تحت اجرای یک اصول حریف قرار گرفت و محمد سعداللهیف که اجرا کننده فن بود. و همین ترتیب محمد سعداللهیف پیش صف است با یک وزری. بار دیگر نیز پیش دستی بر جانب محمد سعداللهیف هست. اجرای فن را نخستین شده به انجام میرساند. در جهت اجرای اصولهای سریع سراپا پیش صف است. ولی فرصت هست تا انجام وقت اساسی. کسی از ورزشگران در فرصت‌های بعدی اجرای فن نکردند. داور مجبور می شود با همین سبب کمکاری یا قپیدن نادرست دومین شیدو را به کامران رسولزاده بدهد. ولی کامران رسولزاده که شانس داشت تا اجرای اصول کند ولی موفق نشد. با وجود این در صورت باخت هم او امکان دارد تا برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش کند، ولی یک رقابت دیگر زیادتر خواهد گذراند.
با سبب از مربع خارج شدن داور مرکز خانسو کمک داد با کامران رسول زاده و همین ترتیب محمد سعدالله‌یف با مرحله نیمه نهایی را خط گرفت. ببینید این وزریه بود که رقم خورد. محمد سعدالله‌یف بسیار درخشان بود. دوستان عزیز برمیگردیم. اینک رقابت مرحله نیمه نهایی، جایی که سعدالله‌یف این دستپرور کلوب ورزشی شیرعلی بازارف یا اینکه مربی خدمت نشان داده شیرعلی بازارف، سعدالله‌یف در حالی که در کار در زمین اجرای اصول میکرد، او در برابر حریفش خلیلزاده صبح‌الدین قرار دارد. خلیلزاده صبح‌الدین یک اصول ضد حمله به کار برد و به همین ترتیب از صد سعدالله‌یف گذشت و به فینال رقابت ها را خط پیدا کرد. یک ضد حمله بسیار به مورد و این هم ادای احترام در برابر حریف گذاشتن. صبح‌الدین خلیلزاده قبل از بر رقابت برآمدنش استادش نیز توصیف میکرد که در فرم ایدئالی قرار دارد، ولی اثبات کرد. نوارهای تدریجی یا سست کرده شده رو هم خواهیم دید. ببینید به چه شکل است آساتاگری و پرا آساتاگری جواب گردانید. ببینید این هم یک جذابیت بود در ضد حمله ها با این منصوبه حریف، با آن همان هلوک معمولی بیرونه که بعضا در گوشتین ملی ما هم سیر استعمال است. با این شکل جذاب جواب گردانید و با فینال رقابت ها را خط گرفت. دوستان عزیز اینک رسیدیم به مرحله نهایی رقابت ها، جایی که این پهلوانان برای به دست آوردن نشان ها تلاش میکنند یا همون مدال ها. رقابت برای به دست آوردن مدال برنجی اول میان اسکندرزاده، اونه که با جودوگی سفید است، احسان اسکندرزاده، او از دسته دوشنبه است، حریف او هم تیمش محمد سعدالله‌یف. دو ورزشگر که مرحله مقدماتی مشکل را پشت سر کردند، همکنون امکان آخر را برای به دست آوردن نشانی برنجی اول صرف خواهند کرد. داور مرکز حسین اسحاقزاده، داور درجه جمهوریوی که این آزمایی را داوری میکند. در همون شست اول یا در جست اول کوشش کردن این ورزشگران، ولی موفقیت آمیز نبود. در این قسمت اکنون ببینیم مبارزه برای مرحله گرفتن یا همون قپیدن ضد حمله. اسحاقزاده داور مرکز چی میگوید در این مورد؟ خاموش است. اسحاقزاده ضد حمله حریف را از پای در آورد، چیزی نبود. موافق خلاصه‌گیری داوران و رقابت ادامه دارد. رقابت ادامه پیدا میکند. از قسمت راست گریبان حریف یک چنگ انداخت که به آسانی کنده شد. با سبب کمکاری از سوی حسین اسحاقزاده به هر دو کارد اول زرد یا همون شیدو داده می شود و بار دیگر ببینید به این ترتیب مبارزه میبرند.
ورزشگران، ولی باز هم نتیجه نیست. کنون برای دستی راست حریف را دریافت کردن کوشش کرد سعدالله‌یف و موفق شد تا حریف را از پای در آورد. برای روش های کار در زمین در بخش نوازه جهد و تلاش سعدالله‌یف به ثمر بود، ولی این پایان کار نیست. می توانند ورزشگران مبارزه برند. لحظه تکرار یا نوارهای تدریجی را هیئت داوران انتظارند تا ببینند و خلاصه کنند چون همین لحظه آیا وزر بود یا نه. یک اصول ضربه آیی و وزری به سعدالله‌یف به همین ترتیب یک اصول بسیار سریع و پایزنی که بسیار به مورد بود استفاده شد و به همین ترتیب سعدالله‌یف توانست یک وزری به ارمغان بیاورد. سعدالله‌یف محمد پیشصف است تا اینجای کار، ولی 1 دقیقه و 45 ثانیه دیگر هنوز فرصت برای اسکندرزاده احسان تا نتیجه را برابر کند. آیا موفق می شود یا نه، این رو وقت نشان خواهد داد. یک لحظه به طبیب نیاز پیدا کرده است اسکندرزاده احسان. تا اون لحظه روی تصویر اسحاقزاده حسین هست. حسین اسحاقزاده همزمان گوشتین گیر بود در صحنه رقابت‌های داخل جمهوریوی رقابت میکرد. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت نیز هنر شایسته نشان داده بود. در برابر حریفان از کشور همسایه ما ازبکستان نیز خوب هنر نمایی کرد. بار دیگر همان نواری که بسیار یک اصول پایزنی استفاده شد از سوی سعدالله‌یف و به همین ترتیب وزری رقم خورد. اینجا بسیار تیز و با مورد استفاده کرد همین اصول پایزنی را و در این قسمت اکنون ببینیم ثانیه های بعدی همان سالن برگزاری رقابت تعداد مشخصی هواداران و تشویقگران جودو را در خود دارد. ببینید هر کدام با توجه و مخصوصاً با توجه خاص گویم این قوزمایی ها را تماشا میکنند. هر یک جزئیات ورزشگران یا پهلوانان را در مد نظر میگیرند. ببینید حتی توصیه ها پیشنهاد میکنند. در لحظه ای که ورزشگران سستی میکنند با آنها مصلحت یا پیشنهاد میدهند. شیدا با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر همین ترتیب احساس خطر به هر دو ورزشگر ویدا شد. پرتاب بالای شانه به نتیجه و اصول های خفه کردن به نتیجه موقع قپیدن گریبان حریف چندان موافق نبود. از همین سبب نتوانست سعدالله‌یف تا همان اصول خفه کردن رو به مورد استفاده برد. بار دیگر اکنون تماشا کنیم باز موقع گرفتن گارد یا همان مبارزه در کمیکت از قسمت چپ گریبان حریف و سر آستین حریف بسیار خوب هست، ولی نوز موفقیت آمیز نیست. از آستین و پیش گریبان یا همان قسمت گریبان داوران چی میگویند؟ وقت به انجام میرسد. به همین ترتیب سعدالله‌یف با یک وزری که داشت
натиҷаро бар суди хеш ба поён бурд. муҳаммад саъдуллоев дар марҳилаи рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷӣ хеле хуш дурахшид ва ба ҳамин тартиб бубинед он вазари сареъро ба даст овард. ва рақобати баъдӣ дӯстони азиз, рақобате барои ба даст овардани нишони дуюми биринҷии довари марказ ҳам иваз мешавад. ин Сарахонов, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ки феълан ҳам дар форми идеалии варзишӣ қарор дорад. мо ҳунарнамои чемпиони Осиё миёни наврасон Ғаниҷон Ғаниевро акнун тамошо мекунем ки бо либосҳои кабуд аст. Як усули бардошта задан ба самти муқобил дар мадди назари Ғаниҷон ва тавонист ипон ё вазари ва дар бахши контроли ҳариф. аммо доварон чӣ хулоса мекунанд? Вазари доданд. воқеан Ғаниҷон Ғаниев дар баробари Қурбоналӣ Бозоров як усули ҷаззобу диданиеро истифода кард. бори дигар низ акнун аз камар як усули маъмули дӯстдоштании Бозоров Қурбоналӣ ҳаст. аз камари ҳариф бисёр маҳкам қапида ва баъдан усули мавриди назарашро иҷро кунад. Ғаниҷон бори дигар низ ба ҳамон равиши сури коми гоши ё бардошта задани ҳариф ба як самти муқобил бисёр ҷаззоб. мураббӣ Аббоснажод аз канори татами ҳам дар ҳоли нигаронӣ ҳаст ва коучигари бенатиҷа дар бахши кор дар замин ҳам акнун хотироти хуб надорад, чун ҳамин равиши шиме ваза буд ё усули хафа кардан ба таъбири дигар ки Бозоров дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз ҳарифаш мағлуб шуд ва ба ин ҷои рақобат расид. нун наздик мешаванд. ҷанги аввал аз қисмати пушти гиребони ҳариф аз боло остин ба истилоҳ маврид боз як усули бардошта задан ва зари авазати ипон. ин томое наге буд ва бардошта задан ба истилоҳи маъмул сури коми гоши ва ба ҳамин тартиб Ғаниҷон Ғаниев варзишгаре ки аз он нишони тилло интизор буданд дар ин рӯзи рақобатҳо нишони биринҷӣ гирифт. вале ба ҳар ҳол Ғаниҷон ба форми аввалаи хеш бармегардад. чемпиони Осиё миёни наврасон бубинед ба чӣ шакл партофти аввалааш сурат гирифт. дар ҳоле ки ҳариф мехост аз равишҳои фануни саропо аз дохили по истифода кунад, ӯ усули бардошта ба самти муқобил заданро ба ин шакл истифода кард. вазари якум рақам хӯрд. вазари дуюм ҳам ба ҳамин шакл буд, бардошта ба самти муқобил задан. ин форми идеали Ғаниҷон агар дар рақобатҳои байналмилалӣ ҳам пойбарҷо бошад, пас аз он низ дар фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ, дар гран-при Гранд Слам, ҳамчунин дар дигар рақобатҳо низ дастовардҳои шоёни таҳсинро интизорем. инак финал дӯстони азиз, рақобат ё муборизае ки ба гузориши имрӯзаи мо низ иктифо ё нуқтаи поёнӣ хоҳад гузошт. мо ҳунарнамои Халилзода, оне ки бо ҷудогии сафед аст, дар баробари ҳарифаш Масъуди Аҳмадҷон тамошо мекунем. Субҳиддин Халилзода дар марҳилаи муқаддамотӣ хеле ҳунари шоиста нишон дод. ин омӯзиш гирифтаи мактаби варзишӣ ё толори варзишие ки дар мактаби 63 пойтахт қарор дорад таҳти ҳидояти Иззат Худоиев. бубинем ки имрӯз дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ миёни ҷавонони сину солашон 2001 ва 2006 чӣ ҳунару истеъдоди шоёни таҳсин нишон медиҳад. Халилзода, Субҳиддин, ҳарду ҳам ин варзишгарон аз дастаи Душанбе ҳастанд ва зидди ҳамла ва зари
ببینید به چی شکل همان حریف را چرخانید و داوران اینجا ادعا دارند که شاید ایپان باشد، اما رمزالدین شمیروف که امروز هیئت داوران را اداره میکند به صفت داور، نوارهای تدریجی را تقاضا میکند. ببینیم چی خواهد بود. و زری هیئت داوران و زری بها گذاری میکنند و 3 دقیقه کامل دیگر تا پایان وقت معمولی هست. هنوز شروع هیجان پای برجاست و ببینید داور چی میگوید در این مورد. داور هم خاموش است. رقابت نهایی، شروع هیجان و اضطراب هم در میان داوران و طرفداران این دو استعداد نورو در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری هستند. از اصول‌های پایزنی هم استفاده می شود به هر دو جانب، ولی هیچ کدام از ورزشکاران موفق به کسب یا همان اصول مورد نظر خود نمی شوند. ترس‌های قپیدن چندان شاید موافق نبود. کمکاری هر دو ورزشگر از جانب داور مشاهده شد. به هر دو هم کارت زرد جزا داد و به همین ترتیب مسعود احمدجان در بخش کار در زمین هم یک دفاعی به مورد داشت. فنون دفاعی را بسیار خوب به کار برد تا از یک اصول حریف رها یابد. فرصت هست دوستان تا لحظه پایان می تواند صبح‌الدین خلیلزاده نتیجه را برابر کند، اما آن حرکات ناسنجیده به کار نآیند. فقط مربی اشاره می کند که پرتاب بالای شانه را با 2 زانو نشستن در بالای تتم اجرا کند، ولی موفق نمی شود. رقابت حساس که شور و شوق را هم در سالن برگزاری مسابقات برانگیخت. ببینید ثانیه های پایانی اصول دردناک هم موفقیت آمیز نخواهد بود و حرکات تاکتیکی برای وقت کشی برای مسعود احمدجان می تواند کاربر باشد، ولی نمی تواند تا اصول های مورد نظر و وزری عوضت ایپان مسعود احمدجان توانست اصول را اجرا کند که واقعا بسیاری از این در سالن بوده یا در محل برگزاری مسابقات بوده واقعا شاد شدند، چون بسیار اصول زیبای دیدنی بود در لحظه پایانی. واقعا دوستان عزیز از نوارهای سوز کرده شده ببینیم اینجا وزر اول رقم خورد و در وزر دوم پس از چند ثانیه دیگر خواهیم دید به کدام شکل بود. اینجا حریف را به این شکل یک چرخش داد و وزر اول را گرفت و اینجا مسافه نزدیک و همان اوچیمت معمولی فنون پرتابی از داخل پای به این شکل جذاب و دیدنی استفاده شد و به همین ترتیب یک رقابت دیدنی در همین مبارزه پایانی وزن 73 کیلوگرم در فینال با هم تماشا کردیم. دوستان عزیز، شبکه تلویزیونی ورزش همواره رویدادهای مهم ورزشی را پیگیری میکند. دوستان عزیز، ما و شما را هم یک مراسم دیگر تقدیم جایزه سپاری به ورزشگران وزنشان تا 73 کیلوگرم انتظار است. به همین ترتیب شریف ابوبکر پیروز شد در وزن 66 کیلوگرم. مبارکش بود.
دوستان عزیز، اینک رسیدیم به مرحله نهایی رقابت ها، جایی که این پهلوانان برای به دست آوردن نشان ها تلاش میکنند یا همون مدال ها. رقابت برای به دست آوردن مدال برنجی اول میان اسکندرزاده، اون که با جودوگی سفید است، احسان اسکندرزاده، او از دسته دوشنبه است. حریف او هم تیمش محمد سعداللهیف. دو ورزشگر که مرحله مقدماتی مشکل را پشت سر کردند، همکنون امکان آخر را برای به دست آوردن نشان برنجی اول صرف خواهند کرد. داور مرکز حسین اسحاقزاده، داور درجه جمهوریوی که این آزمایی را داوری میکند. در همون شست اول یا در جست اول کوشش کردن این ورزشگران، ولی موفقیت آمیز نبود. در این قسمت اکنون ببینیم مبارزه برای مرحله گرفتن یا همون قپیدن. زیدی حمله اسحاقزاده. داور مرکز چی میگوید در این مورد؟ خاموش است اسحاقزاده. زیدی حمله حریف را از پای در آورد. چیزی نبود. موافق خلاصگیری داوران و رقابت ادامه دارد. رقابت ادامه پیدا میکند. از قسمتی راست گریبان حریف یک چنگ انداخت که به آسانی کنده شد با سبب کمکاری از سوی حسین اسحاقزاده. به هر دو کارد اول زرد یا همون شیدو داده می شود و بار دیگر ببینید به این ترتیب مبارزه میبرند ورزشگران، ولی باز هم نتیجه نیست. کنون برای دستی راست حریف را دریافت کردن کوشش کرد سعداللهیف و موفق شد تا حریف را از پای در آورد. برای روش های کار در زمین در بخش نوازه جهد و تلاش سعداللهیف به ثمر بود، ولی این پایان کار نیست. می توانند ورزشگران مبارزه برند. لحظه تکرار یا نوارهای تدریجی را هیئت داوران انتظارند تا ببینند و خلاصه کنند چون همین لحظه آیا وزر بود یا نه. یک اصول ضربه آیی و وزری به سعداللهیف به همین ترتیب یک اصول بسیار سریع و پایزنی که بسیار به مورد بود استفاده شد و به همین ترتیب سعداللهیف توانست یک وزری به ارمغان بیاورد. سعداللهیف محمد پیش صف است تا اینجای کار، ولی 1 دقیقه و 45 ثانیه دیگر هنوز فرصت برای اسکندرزاده احسان تا نتیجه را برابر کند. آیا موفق می شود یا نه، این رو وقت نشان خواهد داد. یک لحظه به طبیب نیاز پیدا کرده است اسکندرزاده احسان. تا اون لحظه روی تصویر اسحاقزاده حسین هست. حسین اسحاقزاده هم زمان گوشتین گیر بود در صحنه رقابت های داخل جمهوریوی رقابت میکرد. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت نیز هنر شایسته نشان داده بود. در برابر حریفان از کشور همسایه ما ازبکستان نیز خوب هنر نمایی کرد. بار دیگر همان نواره که بسیار یک اصول پایزنی استفاده شد از سوی سعداللهیف و به همین ترتیب وزری رقم خورد. اینجا بسیار تیز و به مورد استفاده کرد همین اصول پایزنی را. و در این قسمت اکنون ببینیم ثانیه های بعدی همان سالن برگزاری رقابت تعداد مشخصی هواداران و تشویقگران جودو را در خود دارد. ببینید هر کدام
با توجه و مخصوصاً با توجه خاص گویم این آزمایش ها را تماشا میکنند. هر یک جزئیات ورزشگران یا پهلوانان را در مد نظر میگیرند. ببینید حتی توصیه ها پیشنهاد میکنند. در لحظه ای که ورزشگران سستی میکنند به آنها مصلحت یا پیشنهاد میدهند. شیدو با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر همین ترتیب احساس خطر به هر دو ورزشگر ویدا شد. پرتاب بالای شانه به نتیجه و اصول های خفه کردن به نتیجه موقع قپیدن گریبان حریف چندان موافق نبود. از همین سبب نتوانست سعدالله‌یف تا همان اصول خفه کردن رو به مورد استفاده برد. بار دیگر اکنون تماشا کنیم باز موقع گرفتن گارد یا همان مبارزه در کمیکات از قسمت چپ گریبان حریف و سر آستین حریف بسیار خوب هست، ولی نوز موفقیت آمیز نیست. از آستین و پیش گریبان یا همان قسمت گریبان داوران چی میگویند؟ وقت به انجام میرسد. به همین ترتیب سعدالله‌یف با یک وزری که داشت نتیجه رو بر سود خیش و پایان برد. محمد سعدالله‌یف در مرحله رقابت برای به دست آوردن نشان برنجی خیلی خوش درخشید و به همین ترتیب ببینید اون وزری سره را به دست آورد. و رقابت بعدی دوستان عزیز، رقابت برای به دست آوردن نشان دوم برنجی داور مرکز هم عوض می شود. این سرخانوف داور درجه جمهوریوی که فعلا هم در فرم ایدئالی ورزشی قرار دارد. ما هنرنمای چمپیون آسیا میان نورستان غنی جان غنیف را اکنون تماشا میکنیم که با لباسهای کبود است. یک اصول برداشته زدن به سمت مقابل در مد نظر غنی جان و توانست ایپان یا وزری و در بخش کنترل حریف. اما داوران چی خلاصه میکنند؟ وزری دادند. واقعا غنی جان غنیوف در برابر قربانعلی بازاروف یک اصول جذاب و دیدنی را استفاده کرد. بار دیگر نیست اکنون از کمر یک اصول معمولی دوست داشتنی بازاروف قربانعلی هست. از کمر حریف بسیار محکم قپیده و بعدا اصول مورد نظرش رو اجرا کند. غنی جان بار دیگر نیست به همان روشی سوری کامی گاشی یا برداشته زدن حریف به یک سمت مقابل بسیار جذاب. مربی عباس نژاد از کناری تتم هم در حال نگرانی هست و کوچیگر به نتیجه در بخش کار در زمین هم اکنون خاطرات خوب ندارد، چون همین روش شیم وضع بود یا اصول خفه کردن با تعبیر دیگر که بازاروف در مرحله نیمه نهایی از حریفش مغلوب شد و به این جای رقابت رسید. اکنون نزدیک می شوند. جنگ اول از قسمت پشت گریبان حریف از بالا آستین با اصطلاح مورد باز یک اصول برداشته زدن و زری عوضت ایپان. این تامای نگه بود و برداشته زدن با اصطلاح معمول سوری کامی گاشی و به همین ترتیب غنی جان غنیوف ورزشگری که از اون نشانی طلا انتظار بودن در این روزی رقابت ها نشانی برنجی گرفت. ولی به هر حال غنی جان به فرم اوله خش برمیگردد. چمپیون
آسیا میان نورسان ببینید با چه شکل پرتافتی اولش صورت گرفت، در حالی که حریف میخواست از روش های فنون سراپا از داخل پای استفاده کند. او اصول برداشته به سمت مقابل زدن رو به این شکل استفاده کرد و ضرب یکم رقم خورد و ضرب دوم هم به همین شکل بود، برداشته به سمت مقابل زدن. این فرم ایدئال غنی جان اگر در رقابت های بین المللی هم پای برجا باشد، پس از اون در فصل های جدای جهانی، در گراند پری گراند سلم، همچنین در دیگر رقابت ها نیز دستاوردهای شایان تحسین رو انتظاره. اینک فینال دوستان عزیز، رقابت یا مبارزه که با گزارش امروزه ما نیز اکتفا یا نقطه پایانی خواهد گذاشت. ما هنرنمایی خلیل زاده، اونه که با جداگی سفید است، در برابر حریفش مسعود احمد جان تماشا میکنین. صبح‌الدین خلیل زاده در مرحله مقدماتی خیلی هنر شایسته نشان داد. این آموزش گرفته مکتب ورزشی یا تالار ورزشی که در مکتب 63 پایتخت قرار دارد تحت هدایت عزت خدایف، ببینیم که امروز در مسابقات جمهوریوی میان جوانان سن و سالشان 2001 و 2006 چی هنر و استعداد شایان تحسین نشان میدهد. خلیل زاده، صبح‌الدین، هر دو هم این ورزشگران از دسته دوشنبه هستند و زیدی حمله و زری. ببینید به چی شکل همان حریف را چرخانید و داوران اینجا ادعا دارند که شاید پام باشد، اما رمزالدین شمیروف که امروز هیئت داوران را اداره میکند به صفت داور، نوارهای تدریجی را تقاضا میکند. ببینیم چی خواهد بود. و زری هیئت داوران و زری بها گذاری میکنند و 3 دقیقه کامل دیگر تا پایان وقت معمولی هست. هنوز شروع هیجان پای برجاست و ببینید داور چی میگوید در این مورد. داور هم خاموش است. رقابت نهایی، شروع هیجان و اضطراب هم در میان داوران و طرفداران این دو استعداد نورو در صحنه رقابت‌های داخل جمهوریوی هستند. از اصول‌های پایزنی هم استفاده می شود به هر دو جانب، ولی هیچ کدام از ورزشگران موفق به کسب یا همان اصول مورد نظر خود نمی شوند. ترس‌های قپیدن چندان شاید موافق نبود. کمکاری هر دو ورزشگر از جانب داور مشاهده شد. به هر دو هم کارد زرد جزا داد و به همین ترتیب احمد جان، مسعود احمد جان در بخش کار در زمین هم یک دفاعی به مورد داشت. فنون دفاعی را بسیار خوب با کار برد تا از یک اصول حریف رها یابد. فرصت هست دوستان تا لحظه پایان می تواند صبح‌الدین خلیل زاده نتیجه را برابر کند، اما آن حرکات ناسنجیده به کار نآیند. فقط مربی اشاره می کند که پرتاب بالای شانه را با 2 زانو نشستن در بالای تتم اجرا کند، ولی موفق نمی شود. رقابت حساس که شور و شوق را هم در سالن برگزاری مسابقات برانگیخت. ببینید ثانیه های پایانی اصول دردناک هم موفقیت آمیز نخواهد بود و حرکات تکتیکی برای وقت کشی برای مسعود احمد جان می تواند کاربر باشد، ولی نمی تواند تا اصول های مورد نظر و وزری عوضت ایپان مسعود احمد جان توانست اصول را اجرا کند که واقعا بسیار از
این در سالن بوده یا در محل برگزاری مسابقات بوده، واقعا شاد شدن چون بسیار اصول زیبای دیدنی بود در لحظه پایانی. واقعا دوستان عزیز از نوارهای سوز کرده شده ببینیم اینجا وزر اول رقم خورد و در وزر دوم پس از چند ثانیه دیگر خواهیم دید به کدام شکل بود. اینجا حریف رو به این شکل یک چرخش داد و وزر اول رو گرفت و اینجا مسافه نزدیک و همان اوچیمت معمولی فنون پرتابی از داخل پای به این شکل جذاب و دیدنی استفاده شد و به همین ترتیب یک رقابت دیدنی در همین مبارزه پایانی وزن 73 کیلوگرم در فینال با هم تماشا کردیم دوستان عزیز. شبکه تلویزیونی ورزش همواره رویدادهای مهم ورزشی را پیگیری میکند دوستان عزیز.